با سلام دوستان عزیز، امیر هستم. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. بعضی دوستان سوال داشتن در مورد سیستم ما که کلا این سیستم ما چیه و ما چه کار میکنیم. خب تو این ویدیو من سعی میکنم یه سری توضیحات بیشتری رو بدم که بیشتر با کار ما آشنا بشید. ببینید، کاری که ما میکنیم کمک به دیگران و آموزش به اونهاست تا کسب و کار آنلاین خودشون رو راه اندازی کنن. حالا چرا یک کسب و کار آنلاین؟ چون افراد بسیار زیادی هستن که از شرایط کاری موجودشون راضی نیستن. ما کمک میکنیم که اونها بتونن یه تغییر اساسی در شرایط زندگیشون به وجود بیارن. ما به کسایی کمک میکنیم که مثلا به دنبال یه کار دوم در کنار کارشون هستن. کسایی که احساس میکنن تلاشی که در کارشون دارن خیلی کمتر از اون دریافتیشونه. یا کسانی که از شرایط کاریشون مطمئن نیستن. و یا حتی کسانی که سودآوری خوبی در کارشون دارن ولی ساعتهای کاریشون اونقدر طولانیه که اصلا هیچ وقتی رو ندارن که به خانوادهشون بگذرونن. همین ساعتهای کاری طولانی هم باعث شده که همیشه خسته و نگران سلامتیشون باشن. و در نهایت کسایی که به دنبال راه اندازی یک کسب و کار موفق در دنیای دیجیتال هستن. در حقیقت کاری که ما انجام میدیم معرفی یک سبک زندگی آزاده. سبک زندگی آزاد یعنی زندگی که شخص درش برای انجام کارش نه محدودیت زمانی داره، نه محدودیت مکانی و نه محدودیت اقتصادی. یعنی چی؟ یعنی شخص مجبور نباشه از خانواده و بچه‌هاش برای انجام کارش دور باشه. مجبور نباشه هر روز ساعت 9 تا 5 سر کارش حاضر باشه. مجبور نباشه با یه شرایط سخت زندگیش رو بچرخونه. چون ما اعتقاد داریم که تمام زندگی ما این نیست که صبح تا شب کار کنیم و فقط قسط‌ها و صورت حساب‌هامون رو پرداخت کنیم و همیشه هم آخرش بدهکار باشیم. ما به این دنیا نیومدیم که اینجوری زندگی کنیم. این چیزیه که ما فکر میکنیم و به نظر ما همه شایستگی این رو دارن که به این سبک زندگی دست پیدا کنن. حالا بریم سراغ خود سیستم. واقعیتی که وجود داره اینه که در اینترنت یه مجموعه خیلی بی‌نهایتی از مشتری‌ها در دسترس همه ماست. با وجود این پتانسیل ما میتونیم به راحتی کسب و کار آنلاین خودمون رو از هر جایی که یه اینترنتی وجود داره انجام بدیم و ساعت‌های کاریمون رو هم خودمون انتخاب کنیم. مهمترین حسن این سیستم اینه که هر کسی بدون داشتن هیچ گونه مهارتی در آنلاین مارکتینگ و سوشال مدیا میتونه وارد سیستم ما بشه و آموزش‌های لازم رو ببینه. اکثر کسانی که وارد سیستم ما شدن و با موفقیت‌های خیلی بالایی رسیدن کسانی بودن که کوچکترین تجربه و دانشی در دیجیتال مارکتینگ و سوشال مدیا نداشتن. طراحی پلتفرم ما به صورتیه که هر شخص با هر سنی و هر سطحی از تحصیلات میتونه این کسب و کار رو یاد بگیره و ازش بهره برداری کنه. به عبارتی آموزش‌های ما ساده و قابل درکه. نکته مهم دیگه در سیستم ما اینه که ما چیزی نمیفروشیم. در نتیجه نیازی نیست که شخص دنبال مشتری باشه و نیازی نیست که برای ارائه محصول یا خدمات دنبال آدما بگرده. ببینید، محصولاتی در این زمینه وجود داره ولی ما هیچ محصولی رو معرفی نمی‌کنیم. در حقیقت ارائه محصولات فرایند جانبی فعالیت‌های ماست. سیستم ما طوری طراحی شده که فعالیت‌های ما به شکل اتوماتیک از طریق سوشال مدیا به دیگران معرفی میشه و این خود افراد هستن که تصمیم میگیرن در مورد سیستم ما اطلاعات به دست بیارن، تحقیق کنن و اگه دیدن که براشون مناسبه و دوست داشتن به ما ملحق بشن. آموزش‌های ما شامل کسب مهارت برای بازاریابی در 7 پلتفرم سوشال مدیاست و هر کسی که وارد سیستم ما میشه میتونه از همه این پلتفرم‌ها به سودآوری برسه. حالا اگه از شرایط کاریتون راضی نیستید و یا از آینده کاریتون مطمئن نیستید، سیستم منحصر به فرد ما که پتانسیل سودآوری بسیار بالایی داره میتونه بهترین راهکار برای تغییر بزرگ در زندگیتون باشه. اگه مایل هستید به من پیغام بدید تا اطلاعات بیشتری رو براتون ارسال کنم. با دیدن یه وبینار رایگان که براتون ارسال میشه اطلاعات خوبی رو در مورد سیستم ما به دست میارید. این قدم اول برای آشنایی بیشتر با کسب و کار ماست. امیدوارم توضیحاتی که دادم جوابگوی سوالات دوستان بوده باشه. روز خوبی داشته باشید. مراقب خودتون باشید.